Emomali Nurali البته سه مرتبه نشانی تیلوی گرانسلام دارد. سال گذشته او در گرانسلام دوشنبه نشانی تیلو داشت و برای تکراری همین نتیجه باز هم عزم و اراده قوی دارد. صرف پیش می آید و اکنون گرفت. اینجا بسیار حالتی حساس، خیلی کوشش ها زود ایواز، انیخترش حالت ها زود ایواز می شدند برای موقعیتی مناسب تر در تلاش شدند قد به قد، یعنی و هم آمدند موقعیت جستند و یک حالتی دیدنی رو هم ما علاقه مشاهده کردیم. کرواری کوبتس ورزشکار 21 ساله روس که در کارنامه‌اش این سومین گرانسلام است. اعضای اویلا در نشستگاه البته برای دستگیری جگربندشان حضور دارند، هم پدر هم مادر و اگر خطا نکنم بابای امومالی نورالی همگی یک جویه البته برای دستگیری محبوب دلها ورزشکاری صاحب نام امومالی نورالی آمدند. خوش دستگیری ها هم البته موج دستگیری ها هیچ خاموش نیست و جریان رقابت ها جریان رقابت هم یک رنگ دارد که سر محصول خیلی قوی کاربری کرد امومالی نورالی. ببینید زیدی حمله رو ببینید، از او چیمات رقیب زیدی حمله نشان بود و بعدا باز آماده بود که لدهی دست رو نیز با کار ببرد. با دست هم آورد اون اصول رو، ولی کمی دوتر میرد. خوش بیاد میبینیم چونین رقابت ها رو البته کمتر باید میجه زد و خوبتر تماشا کرد و البته ببواریم میگویم که این روزی غلبه های امومالی نورالی است. مادر که در یکی از مصاحبه ها ابراز داشت نمیتوانم ببینم که جگربندم چگونه هنرنمایی دارد، بعدی که پیروز میشود بعد پرسان میشوم که چی شد. امروز باشد آمده است برای از نزدیک دیدن هنرنمایی فرزندش. خیلی هنرنمایی شایسته و مدعی بودن خود را ثابت می‌سازد. فینالیستی اول از کشور ما برای روز یکم رستنجی ها امومالی نورالی است و ما البته امروز انتظار هستیم مدال طلا را از این فرزندی فرزانه که واقعا هنرنمایی شایسته و عبرت بخش و دیدنی دارد. اکنون رقیب معین